این چهارگاه تمام من از او یاد گرفتم. بعد به خود درویش مراجعه کردم، 1 سال خدمت ایشان کار کردم. بعد به مشهد مسافرت کردم، متارکه شد. از مشهد که برگشتم باز یه دوره با تقریبا 2-3 دستکار با حاج علی‌اکبر خان کار کردم. بعدم دیگه هم تو مختلف اگر کسی دیگه بودم چیزی می‌دانست البته از استفاده می‌کنم. این معلم اول میز محمود خان بوده، بعدم درویش خان. چرا تار رو شما ول کردید و ستار رو ترجیح دادید به تار؟ این اواخری که مریض شدم عمل کردم، چون نمیتونستم بنشینم، ناچار بودم ستار بزنم، چون تار باید نشست حتما زد دیگه، نمیشه خوابیدم و ستار رو بنده خوابیدم باشم میزنم، میخوابم رو سینم هم ستار میزنم، بنده در راه رفتنم پشت سرم هم ستار میزنم. ساز کوچیکی سبوکیست میشه، اما تار رو مشکلی هست. نه الان شما تار هم میزنید؟ بله. یعنی ترک نکردین تار رو؟ یه مدتی متارکه شده بود ولی باز دوباره شروع کردم. آیا شما شاگردی هم تربیت کردین؟ خود شاگرد خصوصی چرا؟ شاید 1-2 نفر داشتم، ولی رسما کلاسی داشته باشم و شاگرد تدریس کرده باشم شاید خصوصی بودن این چند نفر از دوستانم، فامیل دوست